پشتی که رژیما سوریه هن باجارین روجاوای کردستانی ردستی پارتی اکیتیا دموکراتیک پیاده و هزینوین چکدار 2012 دکر دوی دماداویه ده ایدی ودگره و سازین خال باجارین که ردستی پیاده کری ودکه. ده سال 2012 ده و پشتی به حزبون خوابشندانان لدیجی رژیم اسد لباجارن جداین روجاوای کردستانی و مطرسیا کتنا رژیم لوان باجاران و کتناوید دست اپوزیسیونا کردی ده رژیم اسد گلک باجارن روجاوای کردستانی را دستی پیاده کر و تنه دهن جهان ده لباجارن قامشلو حسک بجهبو لید دماداوی ده ایدی رژیم ودگره دوری و سازین خال باجارن دنیا روجاوای کردستانی ودکه و به تایبتی پشتی سردان سروک وزیر حکومت رژیم یاویداویه جبو باجارن قامشلو حسکه کنیزی که 7 میلیون دلار جبو دوری ترخان کر. دو سروک رژیم بشار الاسد بریارک درخست و الگروه بریاره و دادگهن خال باجارن دیره که سریکانیه قامشلو حسکه وکه. الگوره راگهاندنا رژیم بلاف کریه که اسد دو بریاره جمارا 15 یا آواکرنا دادگهن جزائیین تایبت به دو زندارای و آبوری درخست. لگوروی بریاره و سه دادگه بین وکرن دادگاه توانان دادگاه بردوان بونه و دادگاه دسپکی لگلک باجارن سوریه بین وکرن. ده درباره وکرنا دادگه رژیم روجاوای کردستانه دوی بریاره دهاتیه لباجار حسکه و دادگه که توانان و یک بردوان بونه و دو دادگه دسپکی و بین وکرن. هر وها دزگه که دسپکی لباجار قامشلو و سریکانی و دیرکه و بوکرن. هر وها دوی بریاره دهاتیه که کارمندین وان دادگهان جالی رژیم و بین دامزراندن. بریادمه که رژیم اسد دادگاه دیرکه وکر و کارمندین وین و گریان لسر کار خواه بیکو تو آلیه که آستانگیان جواره چه بکه. تاوی آواکرنا پیاده جهن دادگهان را لباجارن جداین روجاوای کردستانی کتی ده پارزرین خواه خستنا قاضی و برپرس لیهین دادگهن رژیم دملی پیاده ده لباجارن قامش رو حسک کار خواه دکه. و هن قاضی و برپرسین دادگهن پیاده جی لوان دادگهان کار پارزریه دکن.